ما خیلی در اضطراب هستیم از آنه که این گونه خبرها از خارج میاد، از طرف ولایت مختار کوهستان میاد. ما میخواستیم مراجعت کنیم با پشتیبانان، با هموطنان، با اونایی که سالهای دراز با هم کار بکنیم، با حکومت محلی، یعنی با حکومت محلی، حکومت حاکمیت، که همه کار باید در دایره قانون اجرا شود. زوری در کار نیست، یعنی هم خیلی کردن در کار که همین مسئله حلشونه در دایره قانون یابد. قانونگذاری ما خیلی مکمل، خیلی گسترده است، دیگه مسئله بیرون نرم‌های قانونی نایستاده است. و من باز یک چیز دیگر گفتم که همین سالهای دراز همین اساس قانون رسول وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امام رحمان گشته برگشته با بدخشان میروند، با مردم آخری دارند، همه وقت در دستگیری اقتصادیات این کشور هستند، این ولایت هستند، و باوری دارم که همین خیلی هم در آینده می شود. فقط آرامی در کار، آسایشی، یک هم دیگر فهمی کامل در کار. لیکن همه کار ما باید در دایره قانون کنیم. قانون هست، حکومت داران، یعنی ساختارهای قدرتی در محل بوده باید نیز همشه با مردم با هم دیده برایند و حل مسئله رو یابند. هیچگاه به واسطه زوری هیچگاه مسئله حل نشده است. با یک چیز دیگر ما باید بزرگ گیریم که یک طرف ما افغانستان است، یک طرف دیگر ما قرقیزستان است. مسئله ها داریم، ما باید متحد باشیم تا که همین مسئله که در بین کشور همسایه داریم اینا حل کنیم. با خطای با مملکت بزرگ ما سرحد داریم، سرحدش اساسا در حدود ولایت بدخشان است. باید موافق کنیم که با خطای کار بریم. این وقتا این پاندمی شما زودتر میگذرد. ما هم کاری کردیم در کار با همه کشورهای گرد اطرافمون و پیش ما باید خودمون با هم باشیم، تنج باشیم. من 100,000 مرتبه من باور دارم که فرصت مردم بدخشان خیلی بلند است و این حادثه‌ای که روی افتاده ایستادن اما البته خود رو می‌یابند. من تمام مردم تاجیک از جمله با ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان صحت و سلامتی می‌خواهم، تنجی و آسودگی می‌خواهم. انشاءالله همش در دایره قانون و هم دیگر فهمی کامل همه مسئله حل خود رو خواهند یافت.